نیروهای شهر ایجاد میشه. اصولا ما توی این محوطه خیلی مثلا مصالح متنوعی استفاده نشده، یعنی آجر به مقدار خیلی کم، سنگ به مقدار خیلی کم، بیشتر از خشت استفاده شده به دلیل شرایطی که خود محوطه داره، در کنار رودخونه قرار گرفته و گل و خشتی که میتونستن اینجا تولید بکنند و اینها. پس بنای شهر احتمالاً توسط آنتیوخوس شروع میشه، شاید سلوکوس هم اونجا تصمیماتی داشته و در دوره آنتیوخوس به شهرت کافی میرسه. در دوره دیودوت اول، در واقع دیودوت رو به عنوان نجات دهنده میشناسن، یعنی معنی اسمش هست، اولین پادشاه یونانی باکتریایی است دیودوت. در واقع دیودوت قیامی میکنه بر علیه سلوکی ها و یک حکومت یونانی باکتریایی تشکیل میده و از هولوش 255 یا 245 تا 235 حکومت میکنه. در دوره دیودوت هم معبد و زیارتگاه آی خانم بازسازی میشه و مورد استفاده قرار میگیره، ولی بسیاری از برنامه‌های عمرانی که سلوکی‌ها شروع کرده بودن دیگه ادامه پیدا نمی‌کنه و به نوعی میتونیم بگیم که از اینجا به بعد هست که اهمیتش یه مقدار کاهش پیدا میکنه، اهمیت شهر محوطه آی خانم. در این دوره آی خانم صرفاً یک دژ نظامی با کارکرد اداری بوده، یعنی بیشتر مشغول اداره منطقه شمال شرقی افغانستان، هم منطقه‌ای که به لحاظ کشاورزی هم بسیار توسعه یافته بوده، بیشتر کار اداری اون منطقه رو انجام میداده و یک دژ نظامی هم محسوب میشده. با توجه به خزائنی که به دست اومده به نظر میرسه که خزائنی یا غنایمی هم یا به اصطلاح اشیاء ارزشمندی هم در محوطه نگهداری میکردن. اما با رسیدن به دوره آکاراتد اول حدود 170 تا 145 قبل از میلاد باز یک توجه دیگه‌ای به شهر میشه. اوکراتد احتمالاً همزمان هست با دوره به اصطلاح مهرداد اول. ما اسم اوکراتد رو همزمان با مهرداد میشنویم و بنابراین احتمالاً همزمان هستن و در زمان اوکراتد هست که شهر باز توسعه قابل توجهی پیدا میکنه. در واقع دوره اوج شکوفایی شهر در زمان اوکراتد اول هست و بعضی گفته میگن که احتمالاً این شهر رو به نام خودش به نام اوکراتیدیا نامگذاری کرده در این دوره، ولی خب این یک بحث است که نمیدونیم منظورش همینجاست یا جای دیگه‌ای رو به این نام نامگذاری کرده. و اوکراتد احتمالاً اینجا رو به عنوان پایتخت خودش قرار میده و با توجه به حجم عظیمی از سازه‌هایی که توی محوطه در این دوره به دست اومده نشون میده که اوکراتد نه تنها به اصطلاح پادشاه قدرتمندی بوده، بسیاری از در واقع بسیار ثروتمند بوده و با توجه به اشیایی که در اینجا به دست اومده به نظر میرسه که غنایم زیادی رو که اوکراتد در جنگ با منطقه هندوستان به دست می آورده رو در اینجا نگهداری میکرده و حفاظت میکرد، در اینجا نگهداری میشدن. در این دوره، در دوره اوکراتد، کاخ، ژیمناسیوم ساخته میشن، بست اصلی و هرم بازسازی میشه و به نظر میرسه که سالن تئاتر به طور قطعی در حال فعالیت بوده. اگه دقت بکنید تمام سازه‌هایی که نام میبریم ازشون سازه‌های مرتبط با یونانی هلنی هستن، فرهنگ هلنی هستن. حتی کاخی که در اینجا ساخته میشه، حالا در ادامه میبینیمش، کاخی است که معماری اون به شدت متأثر از معماری هلنی است. خب ساخت و بافت شهری رو ببینید به چه شکلی هست. اول اینکه یک خیابونی همونجوری که میبینید کل شهر رو چی کرده، به اصطلاح تقسیم کرده، به دو قسمت تقسیم کرده. یک قسمت، حالا اگر
بگیم که قسمت شمال رو در قسمت بالای نقشه می‌بینیم. در قسمت شرق بیشتر یک منطقه مسکونی مردم عادی است. در قسمت غرب قسمتی از خانه‌های اشرافی و دژ و قصر و کاخ قرار گرفته و اون در واقع سازه‌های معماری که بیشتر گفتیم سبک هلنی دارن در قسمت غربی قرار گرفته. خب این خیلی اهمیت داره. ببینید مثلا ما این ساخت شهری رو این ساختیه که ساخت ایران نیست، یعنی در واقع بیشتر شبیه ذهنیت ایرانی است که به شهر به دو بخش اصلی تقسیم میشه و اینها. اما میریم رو بافت شهر که صحبت میکنیم، قسمت‌های مختلف اون رو میبینیم که کاملا رنگ و بوی هلنی دارند و به شکل یونانی ساخته شده، متأثر از یونانی ساخته شده. به جز ناحیه جنوبی که شامل خانه‌های بزرگ سازمان یافته در 3 بلوک بود، بخش پایینی شهر به طور بدون طرح مشخص ساخته شده. یه نکته‌ای که اینجا وجود داره این هست که ما اغلب شهرهای هلنی رو در این دوره‌های بعد قبلش می‌بینیم که ساخته شده یک ویژگی مشترک دارند. این شهرها ویژگی مشترکشون طرح ملتی یا هیپودام یا همون شطرنجی هست که برای شهرها ایجاد می‌کردن. این وضعیت توی آی خانم اجرا نشده و این تفاوتی هست که حتی ساختارها به شکلی هستن که در موازات جاده اصلی هم ایجاد نشدن. دارای زاویه‌ای هستن، یکی به زاویه‌اش به سمت جنوب بیشتر هست، اون یکی زاویه‌اش به سمت شمال بیشتر هست. و در واقع میخوام بگم که چندان در ساخت و بافت شهری از اون طرح هیپودام که در شهرهای هلنی اصولاً رایج هست استفاده نشده. در اوایل صده دوم آی خانم دستخوش بازسازی گسترده‌ای میشه که نتیجهش این میشه که یک ناهماهنگی در جهت ساختارها نسبت به جهت‌های مثلا خیابان‌های اصلی هست. خب این مجموعه کاخ هست. از قسمت بالاتر اگر ببینید ورودی این کاخ از قسمت شمالی محسوب میشه، یا شمال غربی تقریبا هست. ابعاد کاخ حدود 350 در 250 متر هست و باز اگه دقت کرده باشید در قسمت 1/3 از کل قسمت غربی محوطه آی خانم رو که تشکیل شده، 1/3 از اون رو فقط کاخ تشکیل داده. در این تصویر میتونید ببینید در اینجا کاخ تشکیل داده و یعنی بیشتر قسمت محوطه غربی رو کاخ اختصاص داده. احتمالاً اوکراتد اول این رو ساخته و 3 کارکرد داشته، احتمال زیاد حکومتی، اقامتگاه و خزانه. هم به عنوان اقامتگاه استفاده میشه، هم به عنوان یک بنای حکومتی یعنی اداری استفاده میشه و هم خزانه خیلی ارزشمندی از اینجا، یعنی در واقع بقایای خزانه ارزشمندی اینجا به دست اومده. در پایین هم که یک حیات خیلی بزرگ، یک محوطه خیلی بزرگ می‌بینیم که احتمالاً برای رژه‌های نظامی یا تمرین‌های نظامی استفاده می‌شده یا صرفاً نیروهای نظامی در اینجا اقامت داشتند و اینها. خب در قسمت بازی برگردم به تصویر قبلی تو اینجا واضح‌تر هست. اگه دقت بکنید ورودی کاخ رو از جاده اصلی که میاد با یه انحنایی به سمت جنوب به حیات اصلی کاخ میرسه. حیات اصلی کاخ رو دوباره اینجا دقت بکنید به چه ترتیبی هست. از یک ایوانی که وارد میشن دوباره روبروی ایوان یک ایوان ستوندار دیگه قرار گرفته و دور تا دور حیات هم ستونهایی قرار گرفتن و در واقع رواق‌ها یا ایوان ستونداری که دور تا دور حیات هست. طرحی کاملا هلنی هست که در اینجا مورد استفاده قرار گرفته و می‌بینیم که کاملا متأثر از هلنی هستن. و بعد با ورود به کاخ باز اینجا یه تفاوتی وجود داره که ما در کاخ‌های
ایرانی یا کاخهایی که در سرزمین ایران اتفاق میفته، تمام کاربردهای حکومتی و اقامتگاه، یعنی در واقع این دو تا کاربرد کاملا مجزا هستن، ولی در اینجا کاملا دو تا کاربرد در کنار هم توی این مجموعه کاخ به کار گرفته شده. باز هم این متأثر از همون فرهنگ هلنی هست که توی این بناها می‌بینیم تکرار شده. خب باز خود کاخ یه دروازه‌ای داره به نام پیش دروازه اصلی که از سمت غربی خیابان اصلی هست، نشون دادم خدمتتون. توی اینجا توی این تصویر هم میتونید ببینیدش و به صورت با یک جاده‌ای که به صورت خمیده هست، یعنی در واقع 90 درجه هم مقدار بیشتر هست، به سمت حیات کاخ امتداد پیدا میکنه. خب این سازه دارای یک ایوان گسترده هست که نشون دادم که در میان دو تا رواق قرار گرفته و سقفش رو قرنیزهایی که به شکل برگ نخل هستن آراسته شده. این قرنیزهایی هستن که به صورت ممتد، یعنی در کنار همدیگه اینها تکرار شدند، این برگ‌های نخل که مثل تزییناتی است که در بین دو تا رواق، دو تا ایوان قرار گرفته. و همینطور حیاط هم دیدید که با تعداد زیادی ستون به اصطلاح در دور تا دورش قرار گرفته بود. 118 تا ستون هست که با سرستون‌های کرنتی احاطه شدن. ستون‌های ایوان شمالی، شرقی، غربی 5 متر و 70 سانتی متر هستن ارتفاع دارن و ستون‌های ایوان جنوبی تقریبا 10 متر بلندا داره که ایوان جنوبی در واقع همون ایوان اصلی هست که به مجموعه کاخ‌ها در قسمت جنوبی متصل میشه و قسمت دور تا دور هم گفتیم که سرستون‌های کرنتی همون سرستون‌های هستن که اینجور که میبینید یک زنگ یا یک چیز برعکس هست، زنگ برعکس هست و برگ‌های درخت خرما که در قسمت بالا قرار میگیرن، ستون‌هایی که در یونان با این عنوان میشناسیم میشون. خب باز اشاره داشتم که اغلب سازه‌هایی که توی منطقه محوطه وجود داره سازه‌هایی است که متأثر از فرهنگ هلنی هست و نمونه‌هاش می‌بینید که تئاتر رو، حمام رو توی محوطه می‌بینیم. خب پایان آی خانم چه بوده؟ میدونیم که یه مقدار پس از اینکه اوکراته اینجا در واقع میمیره، آی خانم دیگه اون اهمیت قبل رو نداره و احتمالاً پس از مرگ اوکراته در 145 قبل از میلاد دیگه آی خانم کم کم رو به افول میذاره. خب ما با توجه به آثاری که توی خزانه به دست اومده به نظر میرسه که در دو یورش جداگانه که 15 سال فاصله زمانی بین این دو تا یورش بوده، آی خانم غارت میشه. یه بار توسط مهاجمان سکایی هست 15 سال بعد یعنی در واقع سکاها توسط یوئچی ها بهشون فشار میاد، سکاها میان ابتدا به محوطه آی خانم حمله میکنن، اینجا رو غارت میکنن. به نظر میرسه بعد از سکاها زندگی در محوطه ادامه داره. به چه شکلی؟ مثلا محوطه های اصلی مثل کاخها و ساختمان های بزرگ به عنوان یک محوطه مسکونی مورد استفاده قرار میگیرن، ولی زندگی انگار همچنان ساری و جاری است. اما حمله یوئچی ها 15 سال بعد از حمله سکاها باعث میشه که محوطه به طور کل متروک بشه و کاملا به یک محوطه متروکه تبدیل بشه. خب خیلی کاوش‌های به اصطلاح در آی خانم که توسط فرانسوی ها انجام شد ناقص باقی موند به خاطر ناآرامی هایی که در افغانستان صورت گرفت و اینها، ولی آثار زیادی در اینجا به دست اومده، از محوطه به دست اومده که نشون میده که محوطه ارزشمندی است. از جمله به اصطلاح گچبری ها، مجسمه های خیلی ارزشمندی که توی این محوطه به دست اومده، مجسمه های سنگی و گچی و گلی حتی توی این محوطه شناسایی شده که باز همینجا هم باز میگم که کلا این مجسمه ها متأثر از فرهنگ هلنی هستند، خدایان هلنی رو نمایش دادن یا به اصطلاح نمایش پادشاهان که با سبک و سیاق هلنی
نمایش داده شدند و شواهد معماری هم که تا حدودی نشون دادیم خیلی بیشتر از این آثار به دست نیومده. در واقع شواهدی هنوز کامل نیست شناسایی این آثار معماری، که بیشتر باز آثار معماری رو هم نشون میده که بیشتر متأثر از معماری هلنیست. هرچند در میان همین معماری هلنی ما یه سری از روش‌های سبک‌های معماری ایرانی رو هم میتونیم ببینیم که در معماری محوطه به کار گرفته شده.